سلام خدمت کاربران عزیز ایران هکی. با آپدیت سال 2025 نرم افزار هک تلگراممون در خدمتتون هستیم که مثل مابقی نسخه ها افزایش سرعت داشته و یه سری باگ ها رفع شده و دسترسی به اکانت های خیلی بیشتری رو میتونید از طریق این نسخه داشته باشید. یه موردی که من توی همه ویدیوها دارم خیلی راجبش صحبت میکنم اینه که توی خریدتون دقت کنید و بدونید که دارید از چه آیدی خریداری میکنید. محصولی که ساخت تیم ماست و تیم های دیگه نمیتونن کپی برداری کنن و من خیلی زیاد دیدم گزارش هایی که خودتون میدادین و به خاطر خودتونه که دارم این موضوع رو هی تکرار میکنم. این محصول رو فقط از تیم ایران هک خریداری کنید. آیدی ها رو من توی همین ویدیو براتون گذاشتم، دقت کنید جایی اگر آیدی رو پاک کرده بودن نوشته بودن قابل فهمه. حواستون باشه که یه وقت سرتون کلاه نره. خریدتون رو فقط و فقط از همون آیدی هایی که من دارم توی ویدیو استفاده میکنم انجام بدید. از آیدی دیگه خریداری نکنید که من شرمنده‌تون نشم، چون خیلیاتون گزارش دادیم بابت این موضوع. میرم سراغ آموزش. بعد از دریافت کردن نرم افزار فقط کافیه که نرم افزار رو باز کنید. بعد از اینکه نرم افزار رو باز کردین یه چند لحظه منتظر بمونید تا صفحه اصلی نرم افزار براتون بالا بیاد. بعد از اینکه صفحه اصلی براتون بالا اومد، کار کردن با این نرم افزار خیلی راحته، اصلا چیز پیچیده‌ای نداره. توی صفحه اولی که براتون بالا میاد دو تا گزینه هستش، یوزرنیم و فون نامبر، که شما میتونید انتخاب کنید میخواین از طریق آیدی وارد اکانت بشید یا شماره، هر کدوم که در دسترستون بود. حالا اگر شماره رو داشتید شماره، اگر آیدی رو داشتید آیدی، فرقی نداره، از جفتش میتونید استفاده کنید. من گزینه رو میذارم روی یوزرنیم و آیدی اکانت خودم رو وارد میکنم. ببینید این آیدی که وارد کردم آیدی تلگرام خودمه. پس در نظر داشته باشید که برای خرید این محصول فقط و فقط باید به همین اکانت پیام بدید، نه اکانت دیگه ای. دقت کنید با آیدی که یه وقت کلمه ای رو جابجا نکنم و گول بخورین. دقیقا همین چیزی که دارین توی ویدیو میبینیم، برای خرید باید به همین آیدی پیام بدید که یه وقت خدای نکرده کلاهبرداری صورت نگیره. خب میرم سراغ ادامه. بعد از اینکه یوزرنیم رو انتخاب کردین و یوزرنیم شخص مورد نظر رو وارد کردید، فقط کافیه که روی دکمه پایینش کلیک کنید تا هک کردنتون شروع بشه. اینجا توی تلگرام چون یه سری دیتا ها داره، میتونه تا 1-2 ساعت هم زمان ببره، بسته به اون اطلاعاتی داره که شخص مورد نظر روی اکانتش داره. ولی خب اگر اطلاعات زیادی نباشه تا 10 دقیقه میتونید دسترسی رو بگیرید. سوالی که پیش میاد اینه که میگن مثلا تو الان داری این محصول میفروشی، نمیترسی مثلا اکانت خودتو هک کنن؟ ببینید من برای اینکه این آموزش رو بگیرم کاملا امنیت های اکانتمو برداشتم و امنیت اکانتم همون کد ورودی به همراه تایید 2 مرحله‌ایه. هیچ امنیت دیگه ای روی اکانتم نیست که بلافاصله بعد از تمام شدن این آموزش من اون امنیت ها رو فعال میکنم. اینم چون برای اینکه یه سریا براشون سوال شده بود و اون بحث امنیتی که دارم میگم در دسترس همه نیست و خیلیا نمیدونن اصلا چطور باید امنیت اکانتشون رو ببرن بالا. دقت کنید بعد از اینکه آیدی شخص رو وارد میکنید، عکس پروفایل و اسم شخص هم براتون توی بالا میاد که متوجه بشید که اکانت درست هست یا نه. و توی بالا هم که آیدی بنده و آیدی کانال رو میبینید که مجددا تکرار میکنم تا اشتباه نکنید. خب مثل اینکه ما دسترسی رو به اکانت گرفتیم و صرفا فقط مونده که بالا آوردن فایلش. یه سری فایل چت، عکس ها و ویدیو هایی که داره، کانتکت ها و غیره، که بعد از اینکه فایل آپلود بشه بعد از چند دقیقه شما میتونید دسترسی رو به اکانت بگیرید.
خب بعد از اینکه فرآیند کامل بشه یه همچین چیزی براتون میاره که شما اصلا به این بخش هیچ دقتی نکنید. شما الان دیتا ها رو دریافت کردید. فقط برای باز شدن اکانت شخص کافیه که روی منوی بالا کلیک کنید و روی گزینه لاگین کلیک کنید. بلافاصله بعد از کلیک کردن روش اکانت شخص مورد نظر تحت عنوان تحت وب براتون بالا میاد و خیلی راحت میتونید اکانت شخص مورد نظرتون رو چک کنید. بخش‌های مختلفش رو هم میتونید چک کنید. دسترسی به همه چت‌ها دارید. پیامی ارسال کنید، پاک کنید. اکانت دستتونه، مثل اکانت خودتون. همه دسترسی‌هایی که شخص مورد نظر داره شما هم دارین. چک کردنتون هم حالت روحه، نگران نباشین. پیام کسی رو چک کنید، از گوشی شخص مورد نظر سین نمیخوره. کلاً همه محصولات همینه. شما هر اطلاعاتی رو زودتر از شخص مورد نظر اگر سین کنید، تو گوشه شخص مورد نظر سین نمیشه. پس نگران همچین چیزی نباشین و با خیال راحت میتونید اکانت و یا حال گوشی شخص مورد نظرتون رو چک کنید. دسترسیتون هم به اکانت کامله. کلا میتونید همه بخش ها رو چک کنید و حالا هیچ گونه محدودیتی نداره. ببینیم مثلا الان من توی اکانتمون که حالا مدیریت کاناله وارد کانال میشم و همونطور که میبینین دسترسی کامل دارم. چون اکانتم مدیریت کاناله خیلی راحت میتونم حتی پیام هم بذارم. دسترسیتون به اکانت شخص مورد نظر کامله. دقت کنید دیگه، توی همین ویدیو دارین کانال ارائه دهنده این محصول رو میبینید. پس حواستون باشه که یه وقت سرتون کلا نرو بدونین از کجا خرید کنین.